خداوند ملت عزیز ما را در پناه و عصمت خودش نگهبان باشه. این حادثه های طبیعی که شبی گذشته و امروز در بعضی از منطقه های کشور عزیزمان رخ داد تماشا کردیم. خیلی غمگین هم شدیم و از همین ملک غریبی دعاگو هستیم و از درگاه الله تمنا میکنیم که الله نازنین مردم تاجیک ما را، ملت عزیز ما را در پناه و عصمت خودش نگهبان باشه. خانه و در دهه و وطن عزیز ما که امانتی از جانب الله برای ما فرستاده شده، الله دائما نگهبان باشه خودش. از برادرایی که در شبکه‌های اجتماعی صحیفه‌های خودتان دارین خواهش میکنم یک مدت با بی‌آدابی ها، از گپای بیهوده، از نوارایی که میکنین خودداری کنین. غم شریک این ملت باشین، دعاگوی باشین.